گرفت، برو مناجات کن در خونه خدا، بگو که خدایا قلب ما رو ول کردی، آشغالدونی شده قلب ما. چند بار وقتی که قساوت قلب داری وایستادی با خدا چند دقیقه این حرفا رو زدی، قلبتو باز نکردی؟ چند بار؟ من حاضرم تو میلیاردها انسان بیستم بگم یه نفر تو این جمع بیاد بگه که من چند بار رفتم قلبم و خدا نوازش نمی کرد نرم بشه، قساوت داشت، اشکم نمی اومد، دوست نداشتم ذکر رو، دوست نداشتم خدا رو، دوست داشتم گناه و دوست داشتم غفلت و دوست داشتم هوس بازی رو، همون حال رفتم در خونه خدا. یه نفر تو میلیارد آدم بلند شه بگه وایسادم گفتم خدایا قلب ما دور انداخته شده، قلب ما هری به درد نمیخوره. خدا جواب نداد.